دوست عزیز، باز هم ما در کنار پهلوانای از واخان و وردوج، شایدش کاشم هم باشد، قرار دارم و شما ما را از کانال کوچه ها بیننده هستید و حالا من میرم بیشتر حرف نمیزنم سراغ پهلوان طلب وردوج. پهلوان طلب وردوج را میبینم که خب چقدر از این ورزش و از این بزکشی که در اینجا رو اندازی شده چقدر خوشبین است، چقدر خوشحال است از این کار. سلام علیکم برادر عزیز، شما چیال دارید؟ بخیر باشید. ما اینجا بزکشی در ولسوالی اشکاشم است، ولسوالی وخام است، شغنان هم در راستک میرسه بخیر، وردوج هم است، ولسوالی زیباک ایخاش هم است بخیر. ما هر ساله اینجا یک جشن میگیرن مردمای اشکاشم، بسیار مردمای خوب هستند، فضل خدا هر سال میگیرن. خیلی دیگه دوستا دیگه یک سال ملیم بچه‌ها رو توکل به خدای پاک یا بزکشی آغاز میشه، صبح به فردا دیگه بزکشی رسمی میشه. گپ بسیار خوب است، همین که همدلی باشد، صمیمیت باشد، در کنار یک دیگر برادرانه میرزمید و مسابقه میکنید. این کلان گپ است در شرایط امروزی. و حالا از جای دل از چوپاندازای واخان میبینیم که کی هستند در کنار ما، بعد متاسفانه نامشان نمیفهمم خودشان میتونن بگن. میبینیم که اینها وقتی که از واخان با اینجا چقدر راه طولانی را سفر کردن آمدن، آیا هزینه بزکشی امروز لحظاتی که گذشت لذت بردین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب، احترام و تقدیم حضور همه دوستای عزیز. خیلی حمید جان، اسم ما پهلوان عبدالوحید است، از ولسوالی واخان هستیم. قسمی که برادر ما طلب جان بیان کردن که ما هر ساله در ولسوالی اشکاشم، مردم ولسوالی اشکاشم هم یک جشن بهاری را در بین ولسوالی های مرزی و ولسوالی های وردوج برگزار میکنن. اما ساله ما میاییم دیگه، به مسابقات ما همیشه دوستانه بوده است، برادرانه بوده است، وردوج بوده، واخان بوده، اشکاشم بوده، هر جا که بوده است آمده ایم. ما از این مسابقات تجربات خوب را حاصل میکنیم، همدلی، دوستی، برادری، اتحاد، اتفاق، صمیمیت، شناخت به هم دیگر. دیگه این موضوعات است که آهسته آهسته بلند میشد، خوب شده میرد و ما آرزو داریم که ما از این مسابقات سطح ولسوالی کده، یعنی بالاتر بریم تا بتونیم که به مسابقات ولایتی اشتراک بکنیم. تشکر از شما دوستان عزیز. حالا میریم سراغ یکی از بیننده ها، کسایی که علاقمند هستن آمدن اینجا کنار ما. رمضان جان ششتن که آشنایی دارم با ایشان. خب رمضان جان، خودت بگو از علاقمندیت با ورزش یا هم بزکشی که چقدر علاقمند هستی که آمدی، فکر کنم شاید از واخان هم آمده باشینه، آمدی تا اینجا بیننده این مسابقات؟ من یک از علاقمندای خاص امی ورزش بزکشی هستم که از ولسوالی واخان به اینجا در این بزکشی اشتراک کردیم. دیگه خاص به خاطر از اینکه همراه پهلوانا یک علاقمندی و یک تشویق برای ایشان شود، همراهشان اشتراک کردیم. تشکر زیاد عزیزی دل از خودت و از جای دل. کانال کوچه ها در خدمت شماست. ما از هر جای برنامه های بهتری را می سازیم و برای شما در کانال کوچه ها تقدیم میکنیم. شما سابسکرایب و زنگوله یادتان نرد تا یکی از برنامه های ما در آینده بیخبر نمانید. ممنونتان. تفریق قاسم جمعه جان اگر کمی جلو رنگ میگیرن اولش سو فایتر یکی خرد نکنید همون کاشون بخداش هاوی کاشون نبرد شیش کاشون زفت خیلی در دیوال ازون در کمو یک موز بودن همون تنبیو هستم نکنید در مقابل اشکاشم ببینی که اگر پهلوان پنجال نرم میگیره اشکاشم برفی ولسوالی اشکاشم واخان برفی ولسوالی واخان دست به کنترل چاپاندازی اشکاشم
ایشکاشا اولی باران ایچه باران هم مربوط ایشکاشا بود پلاوانم دارم این پلاوان برا همونجا برا عکس هدی این جازی دایره اول چاپندازشون که نامتن نامش پلاوانه باشه این نوشی جانت واقعا که پنجال قهرمانی نرم کردی نامتن که پلاوان است دیگه که پلاوان یکسر شده هم نامت هم به چاپندازی پهلوان دایمالی به نفی مرمومی وخان یک نمره بیرق دارم مرمومی وخان دایمالی پهلوان بس با کنترول پهلوان دایمالی هست دایمالی از تشکنه رفته بس با کنترول پهلوان دایمالی هست دایمالی
امرالله پهلوان بنفی ولسوالی وردوژن وردوژ باز مکان دوری پهلوان امرالله چاپندان شهواته چاپندان شهوات چندان نمرایی جزای قهرمانی از طرف مردمی کارجوی پهلوان امرالله ببینید که پنجال قهرمانی در میدان مسابقه کاشم نرم میکنه امتیاز قهرمانی بری مردمی وردوش کمایی میکنه. دوستای گرامی باز هم سلام. امید سلامتیتان را دارم در هر جای از دنیا که هستید. حمید همراز از کانال کوچه ها میزبان شما هست در میدان بزکشی اشکاشم که این بزکشی بین چند ولسوالی مسابقه برگزار شده و آمدن در اینجا تا بز بتازند و هر تیم و هر ولسوالی که برنده می شود. ما فعلا برنامه امروزمان در اینجا به پایان می رسد و شما را به خدای پاک می سپارم تا برنامه فردا که باز ما در خدمتتان قرار می گیریم با تصاویری بسیار خوب و ویدیوهای خوبی از کانال کوچه ها. لطف بکنید کانال کوچه ها را سابسکرایب بزنید، زنگوله را فشار بدهید تا از هر برنامه‌ای که ما در آینده براتون تهیه میکنیم به خبر نمانید.